لباسی که زیمی خونه اما کرتای بخمال میپوشید. ما یا قبلین تو مکه میکنه با او را چیکار کردن پلاک کردن ایدو پره دومن چوب کردیم. او چی فایده داره برای زن؟ چی پوشیدن همون لباس باشه یا نه؟ این گروه زنهای من فکر میکنم مسلمان گفتن زبان انسان نمیگرده. اونا تاجیکن. اگر حاج هوایی داروشان گوی که تو مسلمان نیستی باور تو میزنه میکشده. میگه خودش بخبره که ایره شریعت تماما دور شده کرد. او سطر که دسته که او سطر هرگیز نیسته. سطر برای پوشانیدن زینت گردن تا برای پوشیدن یعنی فرضهایی که الله در قرآنش بود. او چی گونه سطره که تو هم خیلی مخت قدی گیردی گردن تا دادی گردن باریکت معلومه. یک شرف هم میگیری میپوشانی شرف همه جا پسته سه گردنات چگونه گوشتار داری معلومه. باید سطر رسط باید تماما در سطر داخل هم نمیشه. میگه که برای بدنی که تو او را تایبان باید کنی تایبان از حجاب است. این هرگز مال عرب و ایران نیست. خوش به حال عرب و ایران که چندین سالها از ما و شما پیشتر اسلام درد یافتن و پوشاندن زناشان خودشانه. امروز وقتی ما میپوشانیم میگن که مال عربه. این هرگز مال عرب نیست. این پوشانیدن حجاب یعنی سایه بدن زن است. با حسن خواهرای حجاب میپوشن همچنان تنگه و مانند همون کرته های گفتگی. اما خواهرها و مادرها آن چیزی که شنیده هر جایی که میبینه این گونه زنهای خرزه در گردن ما و شما رسانیدن. خواه او خواهر مونه، خواه او فرزند مونه، خواه همسایه، خواه کلیم همسایه، خواه دختری خود مونه، باید که ما رسانه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در قرآنش یا ایها الذین قوا انفسکم و اهلکم نارا. ای آنانی که میگه ایمان آورده خود و خانواده‌تان را از آتش جهنم برهانید. رهانیدن آتش جهنم همینه. هر چیزی که ما شنیدیم امروز پوشیدن حجاب و سطر فرضه باید ما به دیگران برسونیم. امروز گفتن حکم شوهر واجب حرمت شوهر امروز باید به دیگران برسونیم. امروز یک مرد ما زن میگیره 10 زن دیگه این زنها وقتاشا میکنن. اما آنکه الله خود در قرآنش میگه زن بگیره 2 تا 3 تا 4 تا. زمانی میشوه که به سر هر مرد 50 زن وای میشوه تغره میبیاید. در اون زمان خدا دیده که ما و شما خداوند در اون زمان خلق نکرد چیکار میکرده؟ او خوبی و او خوشی که از جانب شوهر به ما میرسه برای که ما تنها میخواهیم هوای ایمو باشه. زنهای حتی که کلانسا شدن در 40-50 در 30 رفتگیان شوهر ندارن ولی هم میخواهن همین گونه خوبی های از جانب مردها به اونا رسه. ولی هم میخواهن شوهر داشته باشن. ولی هم میخواهن که مهربانی فهمن چیه؟ اون چیزی که برای خود تنها دوست داشتی اون لایقی که نمیشه در روز قیامت. وقتی که ما پیرو حبیب الله باشیم آنی که از پیامبر ما از جانب الله مونده باید ما او را حرمت کنیم و الحمدلله عمل کنیم. با قدر میفهمیدگی هر جایی که کتاب ها برآمده گیره خونه که خداوند خود در قرآن میگه که زن گیره 2 تا 3 تا 4 تا. اما باید همین شوهران فهمن که عدل کرده کنن در بین همین 2 زنها. امروز زنها میگه خدمت خورنده پوشانده نمیتونه چگونه زن گیرن؟ حضرت یعقوب چی داشت؟ زناش فقط ملکه ها میخوردن یا کرتای رنگ برنگه میپوشیدن یا خونه های کتاج داشتن. نه 4 خونه خطی بود. الحمدلله در تلویزیون برآوردن تماشا کردیم. خونه های زناش دیده چگونه بود. اما الحمدلله داشت 4 زن. دیگر امتهای پیشینه همین گونه همین رفتار داشتن. امروز نفس دنیا ما یا غلبه کرده. کمبغلترین شخص خانه در مهمان شد دسترخوانش الحمدلله پره. این بهترین نعمت خداوند ما را در هم خیلی زمان خلق کرد. همه نعمت برای ما ارزانی داد. حاجی الحمدلله خوش به حال یاشای حاضره هر کجا میشنن معرکه امر معروف نهی منکر در خاندان چیشت دیست که میمانی به حضور گوش کردستی. امروز عالم رئیس جمهور اجازه نمیکرد در منبرشینه دعوت کنه دیسکاش مرحمت گیر در خانه چین گوش کن. همین قبر اومدگه چند قی که خواهی الحمدلله هست. در کدام باره میخواهی گیر دیسکمون گوش کن. کدام عالمی میخواهی گیر مرحمت گوش کن. این نعمت بهترینه خواهران. زمان ما مایده بودیم پدر ما ملا بود دروازه قلف میکردن و ترابیح میخوندن. چقدر عذابا بود. ما مکتب میرفتیم پیاله ها در دستشون روزای ما میخوندن.
من الحمدلله تولدم 71 به همین عمر یوشیمون من همین روزه دیدگیم با ما دخترای مولا گفته همین خیلی هر روز باید ما دوسته میبرامدیم جواب میدادیم کوی مولا دخترش سخت میقفت چی میگه اوتا میگه الحمدلله خوش به حال یوشای حاضره الله میگه دوست میدارم بنده توبه کننده آنی که فهمید و توبه کرد من انشاءالله بخشنده و مهربانم اما وای بر حال انسانی که فهمید و عمل نکرد باز هم دوام داد میگه در روز قیامت در یک کتاب خونده وقتی که یک زن و یک شوهر دنیا میگذرن زن در دنیا همچنان مهربان بود همیشه حرمت و عزت شوهر میدونست میداشت میگه هرگیز میگه به سیاهی چشم و قاشش سیاهی نمیدوان هرگیز به سفیدی روش میگه سفیدی نمیدوان یعنی که زینت در دنیا زیاد نمیکرد و مانند زنهای امروزه قاشچینی و سرخلوی و اینا نمیکرد میگه به خاطر روزی آخرتش که با همین شوهرش یک جا باشه و میگه وقتی از دنیا گذشت خبر به گوشش رسید که شوهر در جنت الفردوس اما تو میگه در جنت پایانترش بعدا میگه نزد الله عرض کرد فرشتگان گفت بیروی به پروردگار گوه که من همون فلان زنی هستم که در دنیا حرمت شوهر واجب میدونستم چگونه که الله فرمان داد برای چی وعده الله بود که هر کسی که شوهر خود حرمت میکنه انشاءالله در آخرت به خاطر او حرمتش و به خاطر آنه که توی تماشاهای اینمی حافظی و ویا میگه چمن کرد با شوهرش در روز قیامت میمونه انشاءالله برای چی امروز من تنهایم شوهرم در دیگر جا و میگه وقتی این خبر به نزد الله میره الله میگه درست میگه بنده من در حوض کوثر میگه شستشویش کنه نزد شوهرش بره وقتی زن میگه شستشو میکنن میگه به مانند ماهی شب 14 میگه همچنان زیبا میشه همچنان روی اون نور پیدا میکنه هرگاه میگه چرخ میزنن از نوری روی اون میگه جنت روشن میشه و میگه وقتی که میگیرن میگه فرشته ها میگه خورها و غلمان ها میگه به سوی شوهرش میبرن وقتی که میگه میبینه شوهرش در یک قصر میگه همچنان او قصر زیبایه 70 دروازه داره 70 منبر داره میگه همچنان زیبایی که در او قصر میگه زن میگه حیران میشه وقتی میدره میبینه که شوهرش ششته گیردش بسیاری میگه همون ویا چیزای جنتی خورهای جنتی میگه در اطرافشان همچنان زیبایی میگه زن حیران میشه و خود به خبر که زینتی که الله با او داده خورهای جنتی در پیش او هیچ بده همچنان زیبایی داده بود چه الله و شوهر میگه اندرمان هوایا بود بناخواست میگه یکی چشمش افتی در این زن دنیا میگه از جای برخست از منبر میگه نگاه کرد میگه حیران شد گفت خداوند این مختاری میگه این کی باشه این دریده چیکار میکرده باشه اینم خور باشه الله میگه نه این زن دنیایی چیه میگه پروردگارا زن من قدر زیبا نبود یک زن بود که سینه هاش آویزان شده بود لبهاش سفید شده بود قامتش میگه خم شده بود میگه به خاطر تو میگه به خاطر روز قیامت از ترس من میگه اون زینت زیاد نمیکرد بالای لباسش چادر داشت میبینیم در هر معرکه که حافظی و هر چیزی که شیطانی بود عمل شیطانی از اونجا خودش دور میکرد همیشه در پای خداوند بود در پای تلاوت قرآن بود همیشه در خیر و سخاوت و هر کاری که به سوی جنت همیشه کننده همین کارها بود به همین خاطر من امروز شما را با یک جا کردم وقتی که زن نزدیکی شوهر میبیایه خور میگه از یک طرف زن دنیا از یک طرف میگه شوهر نگاه میکرد و دل میخواست که کاش همراه با زن دنیاییش باشه و میگه در این حالت میگه خور میگه گفت ای زن دنیا از خدا شر نمیکنی در دنیا 70-60 سالی که خداوند به شما عمر داد با هم بده یک جایه بده خوبی و هر چیزی که الله داد دیده با هم دیگر نعمتهای الله من طول اون سالهایی که شما زندگی میکرده من منتظر شوهر تو بودم امروز که نصیبی من شد من خواستگاری کردم و شوهر تو ایمن شد با میگه تو این ایمن میگیری من سالهای طولانی منتظر این مرد بودم میگه و زن میگه که آخه میگه در دنیا میگه ما را خداوند با هم آورده بود من به خاطر این شوهر همه عملهایی که در دنیا میگه از خرسندی و از دیگر به دست کشیدم به خاطر روزی آخرت صبر میکردم در هر حالتی که برای در دنیا میگه ویش زیاد بود میگه خرسندی و ویش میگه صبر میکردم که تا در آخرت با این شوهر باشم امروز میگه در این سالهای طولانی که من منتظر بودم با این میگه تو میگیری
بعدا میگه از جانب الله میگه فرمان میشه بادیه میفرسته و از بین این دو زن میگه باد دلهای این زنهای از میگه کینه و میگه ادرش پاک میکنه. الحمدلله در این حالت میگه هوری دنیایی میگه که ای زن دنیایی بگیر میگه این مرد میگه نصیب خودت باشه. میگه من یک حضر کردم و این زن میگه با هم دیگر اتفاق میشون. الحمدلله از جانب الله به سوی مرد سوال میشه آیا تو حور میخواهی یا زن دنیایی؟ میگه باشه که زن دنیایی.